11 ما و شما در قسمت دومش هستیم که در این درس منهج ایمانی در موقف گرفتن در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما و شما قبل از تفریح آیات قرآن هم در این راستا خواندیم و حدیث هم خواندیم و قول علامه ابن تیمیه رحمه الله را هم خواندیم که منهج صحابه در این راستا چی بود و امی قول که علامه ابن تیمیه در این راستا بیان کرده بود که منهج صحابه، منهج اهل سنت، منهج اهل حدیث ای هست که و یمسکون عما شجر بین الصحابه، که اهل سنت در مورد آنچه که در میان صحابه کرام حوادثی که شده هست، این هم یک امتحان الهی هست برای ما و شما. هم برای صحابه امتحان بود، هم برای ما و شما یک امتحان است که در او عصر ابن سبای یهودی آمد و بعض اعتقادات باطل را ایجاد کرد که بالاخره به مشکلات منجر شد و کسانی که به اندیشه های ابن سبای یهودی متأثر شده بودند اینا آمدن و عثمان رضی الله تعالی عنه را به شهادت رساندن و در قسمت شهادت عثمان رضی الله تعالی عنه صحابه دو اجتهاد داشتن. یک اجتهادشان اجتهاد علی رضی الله عنه و اجتهاد کسانی که به امرای علی رضی الله عنه بودن. اینا اجتهادشانی بود که باید قاتلین عثمان رضی الله عنه برشان، چون وضعیت بسیار خراب بود و در مناطق مختلف اینا تیت بودن و حتی در مدینه منوره در اینجا وجود داشتن و علی رضی الله عنه اجتهادشی بود که اگر آل مجرده که او به صفت خلیفه مسلمان ها تعیین شد، اگر این حکم تطبیق بکنه دیگه اینا خبر شوند که بالای ما قصاص میشن، اینجا شورش برپا میکنن و باز هم علی رضی الله عنه را مثل عثمان رضی الله عنه به شهادت میرسانن، به قتل میرسانن. پس اجتهاد علی رضی الله عنه این بود که باید یک مدتی بگذره تا که پایه های نظام مستحکم شوه، امنیت درست شوه و باز به فرصت ما اینا را قصاص میکنیم. قصاص میشن و قصاص فرض است، واجب است، لازم است و باید شون. ولی آل چون مشکلات هست، چون وضعیت هنوز نو خلیفه را به شهادت رساندن عثمان رضی الله عنه را و علی رضی الله عنه جدیداً به صفت خلیفه مسلمان ها آمده است، در وضعیت بسیار بحرانی و خطرناک است. بنا اجتهادشانی بود که با یک فرصت بر از اینا بالای از اینا حکم قصاص تطبیق شود. در جهت دوم که معاویه رضی الله عنه بود، عایشه رضی الله عنها بود و طلحه رضی الله عنه بود و زبیر رضی الله عنه بود، اینا اجتهادشانی بود که باید قاتلین عاجل قصاص شد. در اینجا دو اجتهاد صورت گرفت و در اینجا فتنه های رخ داد و درگیری های مثل جنگ جمل و جنگ صفین میگن. این دو جنگ رخ داد و یک تعداد از صحابه به شهادت رسیدن و یک فتنه در اون وقت بود. و بعد از این برای ما یک امتحان چی هست که در مورد صحابه
وقت سخن میگیم قبل از اینکه در مسائل اختلافی از اینا صحبت بکنیم که در این اجتهاد اختلاف کردن، در مورد شخصیت صحابه از زمان که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت شروع کرد میبینیم که صحابه چی قربانی هایی دادن. پس منهج درسته که ادب برای ما و شما تعلیم میده. چی ادب باید داشته باشیم در وقت سخن گفتن در مورد صحابه؟ اهل علم اجتهادشان امی هست که اجتهاد سلف صالح هم بوده و اهل سنت و اهل حدیث. اینا وقتی در یک قضیه بحث میشه در مورد صحابه اول مراجعه میکنیم به آیات قرآن. پس وقتی آیات قرآن میخونیم در آیات قرآن شخصیت صحابه بسیار عالی بیان شده است. به اندازه عالی بیان شده هست که اونا مؤمن گفته شدن به شهادت الله، رضایت الله از اونا. الله شهادت داده که من از اونا راضی هستم و راضی بودم و راضی هستم. الله شهادت داده که بر از اونا مقام حسنا یعنی جنت در آخرت آماده کرده است. برای مهاجرین لقب صادقین داده است، برای انصار لقب مفلحین داده است. پس وقتی آیات قرآن میخوانیم میبینیم که وقتی ما گپ میزنم ما انسان گناهکار عاجز مسکینه که در عصر فتنه ها ده هزارها فتنه در این وقت مبتلا هستیم که صبح یک نفر مسلمان میباشه دیگر کافر میشه و قرن از اونا هم خیر القرون گفته شده هست که بهترین قرون. خود قرن از اونا و قرن ما خود زمان است، زمان خود یک زمان است، لکن خیر القرونی یعنی خیر الناس بهترین مردمایی که دو سی قرن اول بودن اونها بهترین مسلمان ها بودن. پس حالا وقتی درباره از اونا صحبت میکنیم اول قرآن میبینیم. قرآن در ما منهج میده که بسیار اونا شخصیت عالی داشتن و پیش الله بسیار مقام عالی داشتن. در قسمت از اونا بسیار محتاط باشیم. وقتی میریم در قسمت رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما چی میگه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما تعلیم داد که لا تسبوا اصحابی، شما دشنام نتین اصحاب مرا. پس وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی میکنه یعنی دشنام عادیه که بگویی که این صحابه گناهکار هست یا یک بگویی بخیل هست، اینی دشنام ها را برای صحابه نتین. این دشنام های کلان خونه، این دشنام های کوچک هم برای صحابه نتین. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما ادب با صحابه را تعلیم میده که شما احتیاط کنین یک مسلمان عادی را دشنام نتین، با صحابه را. فلو ان احدکم انفق مثل احد، اگر یکی از شما به اندازه کوه احد انفاق بکنه، به اندازه کوه احد که چه کوه بزرگ هست طلا داشته باشه، فلو ان، شما کلمه به کلمه دقیق شوین که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه فلو ان احدکم انفق، اگر یکی از شما انفاق بکنه، مصرف بکنه در راه الله مثل احد ذهبا، یعنی به اندازه کوه طلا داشته باشه. کی داره به اندازه کوه احد طلا؟ به اندازه یک کامپیوتر ما بیچاره طلا نداریم. میگه اگر به می اندازه تو طلا داشته باشی و این در راه الله مصرف بکنی، ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، میگه به اندازه مد یکی از اینا. مد چقدر میگه؟ این قدر. مثلا وقتی که ما میگیم که یک مد برنج میگیری، این مد میشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم با این مد وضو میگرفت. پس مد چی رو میگه؟ کفایت دستایت این قسم میگیری، اینی هست. میگه اگر یکی از شما با اندازه کوه احد
طلا داشته باشین و او را در راه الله مصرف بکنین، شما نمیتونین که به اندازه انفاق این قدری که اینا کردن برسین. به این قدر صحابه نه. تو امی کوهایی که مثلا 6 کیلومتر کوه احد طلا بگیری و این در راه الله مصرف کنی، این کل اعمال تو به اندازه این قدر صحابه هست. چرا صحابه با اخلاصی که اونا داشتن تو میتونی تو اخلاص از اونا داشته باشی. قربانی هایی که اونا دادن، اسلام در کل جهان رساندن، جهادی که اونا کردن، فتوحاتی که اونا کردن، شهادتی که الله بر از اونا داده هست، رضایت الله را حاصل کردن، با رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک صف در مقابل دشمنای الله قرار گرفتن. چه خود مقایسه میکنی به همراه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ حتی میگه به اندازه مد یا ولا نصیفه یا نصف از او هم نمیتونی یه اجر تو حاصل بکنی. پس من غم جان خدا بخورم که مده چی حالت بدبختی که صبح یک شخص مسلمان می باشه شام کافر میشه، مده یه حالت قرار دارم. ما بخیزم مثلا درباره از اونا. و وقتی که ما و شما ایره خواندیم، از این خاطر علامه ابن قیم جوزیه رحمه الله میگه که و یمسکون اما شجر بین الصحابه، وقتی قرآن خواندیم که اینا رو شخصیت عالی معرفی کرد، وقتی احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم شهادت میدم، شما صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، ترمذی، ابن ماجه، مسند احمد ابن حنبل، سنن دارمی، المستدرک علی الصحیحین از حاکم نیشابوری، این کتاب ها رو شما وقتی که میخوانه انسان میبینه که مناقب ابوبکر صدیق، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ابوبکر صدیق چی رتبه‌ای را قائل هست، برای عمر رضی الله تعالی عنه چی مقام رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده، به عثمان رضی الله عنه، به علی رضی الله عنه، به مهاجرین، به انصار و دیگر صحابه. پس منهج خوبی است که صحابه با این شخصیت عالی در قرآن و در سنت معرفی شدن و از بدگویی و سخن گفتن و دشنام دادن در مورد از اینا کاملا نهی آمده هست. و همین قسم در مورد وقت سلف صالح، صحابه و تابعین و تبع تابعین درباره دیگر صحابه صحبت کردن، اینها بسیار اونا را با شخصیت عالی معرفی کردن. وقتی که ما فهمیدیم خب آل قصه ها و آثار دیگی هست که اینا مشخصا درباره این مسائل اختلافات صحابه، فتنه هایی که در او عصر بعد از شهادت عثمان رضی الله عنه رخ داد. یه عالم میگه که در این قسمت چی میکردن؟ میگه و یقولون ان هذه الاثار المرویه، اهل سنت چی میگن؟ میگه آثار که روایت شده هست منها ما هو کذب، بعضی از اینا دروغ است، و منها ما قد زید فیه و نقص، بعضی از روایت ها و قصه ها دو افراط و تفرید شده، زیاد شده از دل خود و کم شده، و غیر عن وجهه، از امو حقیقتش تغییر داده شده هست. و الصحیح منه هم فیه معذورون، و قول صحیح در مورد از این هست که آنچه که واقعا شده هست اینا در این راستا معذور هستن، اما مجتهدون مصیبون و اما مجتهدون مخطئون، یا مجتهدین مصیب هستن و یا هم مخطئ هستن. چون مجتهد وقتی که اجتهاد میکنه، اذا اجتهد و اصاب فله اجران و اذا اجتهد و اخطأ فله اجر واحد. اجتهاد کردن، آنهایی که در اجتهاد خود مصیب بودن 2 اجر برشان الله میده، و کدامش که خطا کردن الله برشان 1 اجر میدن. ما چیکاره که بخیزیم
در این راستا به ضد کلام الله یا به ضد کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ای که الله بر از اونا در اجتهاداتشان اجر میده مخالفت بکنیم. این کارا نمیکنه بغیر از اهل بدعت و کسانی که عقیده نادرست دارن. و هم اهل سنت مع ذلك لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابه، بازی اهل سنت به این هم عقیده ندارن که کل صحابه معصوم هستن از گناه های کبیره و صغیره. یعنی نمیگن که صحابه معصوم هستن عن کبائر الاثم و صغائره. کی گفتن؟ خب صحابه هستن معصوم. خب پیغمبرا هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر معصوم است. بعد از ابوبکر صدیق، عمر، مهاجرین، انصار، کل از اینا، عثمان، علی، کل از اینا چی هستن؟ غیر معصوم هستن. از پیششان صغائر و کبائر میشه. اگر کبیره هم شوه توبه ندارن، رجوع ندارن، مستحق مغفرت نیستن، او خوب الله توبهشان قبول میکنه، الله اونا را مغفرت میکنه. ما تو چیکاره هستیم که بخیزیم مثلا در این راستا خدا قاضی جور بکنیم؟ و حالا و شرح دکتر عبدالله الغوثن یکی از علمای هست که در مورد صحابه یک کتاب بسیار کلان تالیف کرده هست. ما فکر میکنم رساله دکترایش یعنی تیزیس دکترایش بوده در این راستا که در مورد صحابه این دکترا گرفته هست. مشخصا این عالم با این اسلوب اکادمیکی که داره و کتابش کتاب بسیار خوب است که در مورد صحابه شخصیت از اونا را معرفی کرده هست تا جایی که ما خواندیم، یعنی بسیار زیبا تحقیق کرده. کلش نخواندیم الله اعلم. این حال موقف ابن تیمیه رحمه الله را میگه در این موضوع این مفصل با دلایلش ذکر میکنه. ما امیر مختصرا خدمت شما در اینجا ذکر کردیم. یمکن ان یفهم من مجموع کلامه. عالم میگه از مجموع کلام یا سخنای ابن تیمیه رحمه الله فهمیده میشه که انه وضع قواعد ثابته و سار علیها. میگه این وضع گذاشته هست قواعد ثابته، قواعد ثابت را گذاشته هست و سار علیها مطابق امی قاعده این سیر و حرکت کرده. و من هذه القواعد، از این قواعد چی هست؟ القاعده الاولى، قاعده اول این هست که ان ما یذکر من المطاعن والمثالب علی الصحابه نوعان. میگه آنچه که بعضی کسا در روایت های تاریخی در قسمت صحابه طعن کردن و بدگویی کردن، این دو قسم است. قسم اولش منها ما هو کذب، بعضی از این روایت ها مطلقا دروغ هست و اما محرف و یا هم تحریف شده هست. حادثه یک قسم بوده، در بین از اون دروغ ها را داخل کردن، آوردن قصه را با بسیار دروغ های عجیب و غریب نقل کردن. و یا تحریف شدگی هست که او قصه را تغییر دادن، دیگه قسم ایره ساختن. پس یا اصل قصه را دروغ ساختن، بسیاری از قصه های از اینا، و یا هم اصل قصه را ذکر کردن لکن با تحریف و با تغییر. و اکثر المنقول، میگه چرا اکثرا آنچه که نقل شده من المطاعن الصریحه، المنهج اهل سنت خود طعن نبود، خیلی روایت های تاریخی که صحابه را بدگویی کردن یا چی است؟ میگه هو من هذا الباب، این از اینمی باب است. یرویها الکذابون المعروفون بالکذب، میگه اینا را کسای بیان کردن که اونا خودشان مشهور بودن به دروغ. یعنی راویای آثار یا راویهایی که مسائل تاریخی را روایت میکنن یا آثار صحابه را روایت کردن، اینا راویای هستن که این قصه هایی که صحابه را بدگویی کردن، اکثر روایت ها از امی کسایی هست که اینا به دروغ مشهور بودن. وقتی که پیش علما میین که نقد میکنن، بیان میکنن که فلانی راوی که روایت های تاریخی رو روایت میکنند مشهور است به دروغ، مثل که ابی مخنف لوط ابن یحیی هست. این مشهور است ابی مخنف به کذب، به دروغ.
و هشام ابن محمد ابن صائب کلبی و امثالهما من الکذابین. هشام ابن صائب کلبی اینا یک عالم دیگه میگه که اینا چرا این دروغ ها را میگفتن؟ میگه و محمد ابن صائب کلبی کس و پسرش هشام یا ابی مخنف لوط ابن یحیی و قد ذکرنا احوال جمیع هؤلاء الروات بانهم من بقایا السبعیین، که اینا از باقی مانده های گروه سبعیه عبدالله ابن سبا هستند، یعنی یک از خودش سبعی هست. و من الشیعه و از جمله شیعه های هستند که اونا اعتقادات دارن که مثلا یک گروهشان که مثلا علی را بسیار روی غالی هستند که علی رضی الله عنه به الوهیت میرسانند، یک تعدادشان علی رضی الله عنه را به رسالت میگن که پیغمبر بود، یک تعدادشان میگن که علی رضی الله عنه جانشین پیغمبر بود و صحابه را تکفیر میکنن. پس آل اینمی گروه سبعیه و یا شیعه های اینا بودن که اینا در روایاتشان چی هسته؟ مع انقطاع فی روایاتهم و مرویاتهم. اول خودشان متهم بودن که اینا دروغگو سبعیه هستن، شیعه هستن، در روایات خود دروغگوی هستن. و چهارمی عیبی که اینا داشتن این بود که در روایاتی که اینا ذکر کردن در روایاتشان انقطاع هست. مثلا یک شخص را میگه که فلان شخص از فلان شخص روایت کرد، در حالی که امی شخصی که از اون شخص دیگر روایت میکنه او اصلا ندیده هست. لانهم یرون ممن لم يسمعوا عنه ولم يلتقوا به. چرا اونا روایت میکنن از کسانی که اونا از اونا شنیدن نه امروز اونا ملاقات کردن. ولا ذلك لا يلتفت الى ما ورد بطرقهم. اینا میگه از این خاطر به روایت های از اینا التفات نمیشه. این کدام کتاب هست؟ کتاب الشیعه و تشیع فرق و تاریخ، تالیف احسان الهی ظهیر. خب آل ایبر ما فهمان که بناهن ای کسایی که در مورد صحابه اینی بدگویی را کردن، ای خود از اینا متهم هستن به چی؟ دروغگوی هستن و روایتشان هم روایات مقطوعه هست که از کسان روایت کردن که روایتشان ثابت نیست. یک کسی آمده مثلا گفته فلانی شخص گفته، خب اون شخص گفت تو شخص ثابت است که دیدن؟ نه. علم تحقیقات خوی نمی هست دیگه. تو خود نمیشه که یک نفر بخیزه از یک کسی روایت بکنه. من مثلا بخیزم بر شما بگویم که فلانی شخص در فلانی جای این تو گفت. خب شما امرای او شخصی که در فلانی جای گفت ملاقات کردین، گپش شنیدین؟ نه من نشنیدم. از کی شنیدین؟ والا از فلانی شخص شنیدم. آیا او شخصی که شنیدی او شخص با او ملاقات کرده؟ خب در مسائل تاریخی و در حدیث و در آثار علما تحقیق کردن. بناهن سلسله مثلا ما وقتی که در احادیث میگیم که مثلا متن است و سند است و سند کلش مطالعه کردن که آیا همین شخصی که یک روایت را میاره اگه این تابعی هست با همراه صحابی ملاقات کرده، کدام صحابی ملاقات کرده که از او روایت کرده؟ و بعد مثلا این صحابی که متمایل صحابی میگیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کردن، یا مثلا تو از دل خود رو صحابی میگی صحابی خود کسی است که با رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کرده باشه، با او ایمان آورده باشه، با ایمان فوت کرده باشه. این حال به این شکل این حالی کسایی که میخیزن روایت کردن تاریخی را یا به دروغ مشهور هستن و هم روایتشان قطع شدگی هست، در بین رابطه مثلا سند متصل نیست. از این خاطر این عالم کسی که دکترا در این مسئله گرفته هست این استنباط میکنه که خب ما این روایت چه قسم قبول بکنیم؟ روایتی که ثابت نیست، روایتی که از یک دروغگوی هست، هم شخص دروغگوی است و هم سندش مشکلات داره. الثانی و منها ما هو صدق و هذا قلیل. و بعضی از روایت ها هست که اونا واقعا صدق هستن، لکن میگه بسیار کم است. یک 10% روایت در این راستا درست است، اما 90% چی است؟ غلط است. ولهم معاذیر و بر از اینا عذر است. تخرجها ان تكون ذنوبا. میگه به همون 10% روایاتی که در مورد صحابه قصه شده که اینی فتنه در بینشان واقع شده، میگه در او فتنه هم اونا معذور هستن. چرا؟ به خاطر ازی که
و تجعل یا معذور هستن که ما ورای گناه برشان گفتن نمیتونیم. چرا گناه نمیگیم؟ به خاطر که میگه و تجعل هم موارد الاجتهاد. ما میگیم که این در راستای اجتهاد هست. وقتی که یک نفر اجتهاد کرد، در اجتهاد خود یا صواب یا خطا بود، گناه هست. برای کسی که اجتهاد میکنه، برای مجتهد و او صحابی که صلاحیت اجتهاد دارن، علمیت اجتهاد دارن، علی رضی الله عنه اجتهاد کرده، معاویه رضی الله عنه اجتهاد کرده، مثلا عایشه رضی الله عنها، این کلش علما هستن، مجتهدین هستن. طلحه رضی الله عنه اجتهاد کرده، زبیر رضی الله عنه اجتهاد کرده. پس وقتی که اونا اجتهاد کردن، در اجتهاد از اینا آیا در اجتهاد گناه هست؟ در اجتهاد گناه نیست. یک کسی در یک مسئله اجتهاد میکنه، در اجتهادش یا مصیب میباشه یا مخطئ میباشه. این دو حالت است، یا اجتهادش صحیح میبره یا غلط میبره. در اجتهاد مصیبش ثواب است، برش 2 ثواب. در مخطئش خطا کرده بود، یک ثواب برش داده میشه. گناه نیست. از این خاطر میگه و تجعلها من موارد الاجتهاد التي ان اصاب المجتهد فيها فله اجران. اگر این مجتهد چیز کرد، بر 2 اجر است، و ان اخطا فله اجر، برش 1 اجر است. ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم ان صدر. اینا میگه که اینا فضیلت هایی داشتن، سابقه دارن، خدماتی دارن که وقتی کل خدمات از اونا رو و زحمت کشی از اونا رو و تقوای از اونا رو و انتشار اسلام و جهاد فی سبیل الله و دعوت به طرف اسلام و داخل کردن مردم در اسلام و دعوت اسلام، چقدر کارهای و خدماتی که اینا کردن، وقتی که میگه یارو بگیری، یا کلشان موجب چی میشه؟ مغفرتش میشه. یعنی یک نفر 1000 نیکی داره، 1000 نیکی داشته باشه یک شخص و در یک جای یک خطا کرد، آیی 1000 نیکی ازی خب در ترازی میزان که گذاشته میشه، 1000 تا گذاشته میشه و 1 تا خطا. پس این هم در جمله چیزهای مغفرت میره. قاعده دومی که عالم ذکر میکنه، میگه ان الکلام فی الناس یجب ان یکون بعلم و عدل. شما وقتی که در مورد یک موضوع صحبت میکنین، باید اول علم داشته باشین، دوم عدالت داشته باشین. باید در قضیه عالم باشین، مکمل این قضیه را از اولش خوانده باشین. مثلا وقتی درباره صحابه قضاوت میکنی، آیات قرآن در مورد از اونها، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد صحابه، اقوال رسول الله صلی الله علیه و سلم در مناقب صحابه و امی قسم اقوال سلف در مورد از اونها، و باز به این قصه تاریخی را با عالمانه میخوانی که بفهمی که چیش دروغ است، چیش درست صحیحی است، راوی چه قسم است. این حال میگه قاعده دومی هست که کلام باید چی باشه؟ به اساس علم و عدل باشه، لا به جهل و ظلم. نه یکی یک نفر جاهل باشه، از پیش وقتی که پرسان میکنه خب تو همین روایت که میکنیم، روایت از کی هست؟ من نمیفهم، مالای یک کسی برای ما گفت. نه خیر، علم نیست که یک کسی برای ما گفت. باید بگوین که این روایتی را که شما استناد میکنین از ابی مخنف است. ابی مخنف میشناسین کی هست؟ نه من نمیشناسم. یک معرخ است. نه خیر، یک راوی هست که در روایات تاریخیش دروغگوی هست. آیا دین ابی مخنف میفهمی؟ نه نمیفهمم. چرا نمیفهمی؟ خب مسلمان کجا مسلمان است؟ سبعیه مسلمان هست، کسی که پیروان از یهودی ابن سبا هست و علی رضی الله عنه را یا ربوبیت و الوهیت برش میته، و یا میگه که این رسالت بود جبریل غلط کرده، و یا هم مثلا او را ولایت میته که دیگر باید خلیفه می بود چون در اول نبود، بنابراین کل صحابه کافر شد. از این خبر دارین؟ نه خبر ندارم. پس این حال اینجا باید در این راستا ادب برای ما چی هست که وقتی در یک راستا بحث میکنیم باید به اساس علم باشه و عادلانه باشه، نه به اساس تعصبی که ما در خانه فلانی کس پیدا شدیم، خلاص چون ما در خانه شیعه پیدا شدیم پس باید تمام روایت شیعه را بپذیریم. نه خیر، تو مکلفیت از پدر و مادرت نداری، تو مکلفیت از شخص خودت داری که الله در روز قیامت پرسانت میکنه که در مورد این آیت قرآن که اقیم الصلاة چی باور داشتی؟ نماز بخوان. خب در مورد این آیت قرآن چی باور داشتی که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره؟ الله میگه من شهادت دادم که مؤمن هستن و اینا چی هستن؟ مؤمن هستن و ما از اونا راضی هستم. مرا تکذیب کردی، بنابراین تو مسلمان نیستی. برای و امتاز الیوم ایها المجرمون، در روز قیامت بسیاری کسا از صف مسلمان ها رانده میشن. خودش فکر میکنه ما مسلمان هستم، میاد از صف مسلمان ها
ملائکه دستش میگیره که نخیر تو اعمال نامه تو اونجا گرد در 10 تا مسئله اعمال هم در اعتقادات 10 تا سابق کمی پارچه را میداد، باز گردش استاد هم جای که آدم ناکام یا مشروط می بود نمرش کمی بود، باز گردش سرخ میکشید. از این دور هم مادر آدم که بی سواد هم می بود وقت پارچه را سل میکرد اوه چند تا گردک داری؟ 3 تا ناکام هستی. پس برای میگه که خوب در دفتر اعمال کنید نشته هست که تو 3 تا کفریات داری. یک کفرت که کسایی را که الله مؤمن گفته تو را کافر میگی، یک تکذیب الله، کسی که الله را تکذیب میکنه کافر است. دومش الله از اونا راضی بود تو میگنی از پیشان راضی نبود. الله شهادت میده که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، صحابه در بین خود مهربان بودن. تو میخیزی میگی که نه علی دشمن عمر بود، عمر دشمن علی بود. پس این سه مضمون اعتقادی ناکام هستی. 3 جای الله را چی کردی؟ در 3 جای تو الله را تکذیب کردی. پس یک انسانی که هوشیار باشه و فهمیده باشه، ولو که در خانه هر کس پیدا شده باشه، بسیار کسی است یک نفر در خانه یهود پیدا شده لکن مسلمان شده، یک نفر در خانه نصرانی پیدا شده مسلمان شده، کلمه خوانده و راه درست گرفته. بنابراین شرط نیست که ما در خانه کی پیدا شدیم، شرطی است که ما با قرآن، با آیات قرآن و با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چه عقیده داریم تا که سبب نجات ما شود. از این خاطر شما شاگردان که اهل علم هستیم، طلب علم هستیم، متوجه از این نقطه باشین که کلش ما به خاطر ادب با صحابه، به خاطر از این نمیخوایم ما بخیدیم خدا قاضی جور بکنیم. برای ما میگه تو صلاحیت قضاوت نداری، اگر در کدام مسئله سخن هم میگی باید چی داشته باشی؟ ان یکون به علم و عدل لا به جهل و ظلم، نه ای که تو جاهلانه بحث بکنی و ظلم بکنی. و الکلام فی الصحابه من باب اولا. اما وقتی که تو درباره یک انسان عادی میخوای قضاوت بکنی، حداقل سخن بگویی، باید تو مثلا به اساس علم و عدالت درباره از شخص صحبت بکنی. مثلا درباره ما یک گپ میزنی، باید درباره ما عالم باشی و عادلانه درباره ما گپ بزنی. این حال وقتی که درباره ما که یک انسان عادی هستم تو این مکلفیت داری در مورد صحابه که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن و تزکیه از اونا در قرآن و سنت ثابت شده هست، درباره از اونا باید از باب اولا باید در اون قسمت باید بسیار با علم و بسیار با عدالت سخن بگویی. اگر علم نداری خلاص سکوت بگو، اگر مثلا عدالت نداری سکوت بگو. اگر میخوای سخن بگویی باید علم داشته باشی و عدالت داشته باشی. این ادب است. تو میگی که مثلا من ادب علما را باید داشته باشم. قاعده سومی که اصل امساک عما شجر بین الصحابه و عدم الخوض فیه، میگه قاعده سومی هست که در مورد آنچه که در بین صحابه رخ داده هست در این قسمت امساک چی رو میگه؟ امساک مثلا صوم میگه الامساک عن الطعام و الشراب مثلا میگه امساک از خوردن و نوشیدن هست در روزه، خدا نگهداری میکنی از خوردن و نوشیدن و شهوات و بد اخلاقی ها تا چه وقت؟ تا زمانی که مغرب داخل میشه. این امساک هست. صوم وقتی که تعریف میکنه الامساک عن الطعام و الشراب، این حالی چی میگه؟ اینجا امساک از چی است؟ از سخن گفتن. قاعده سومی است که امساک بکنی، دهان تا بند بکنی از آنچه که درباره صحابه هست و عدم الخوض فیه. در این مسئله باید خوض به معنای داخل شدن، مداخله نکنی. و هذا هو منهج السلف. این همین منهج السلف است که ادب و اخلاق در راستای صحابه بر ما و شما تعلیم میده رضوان الله علیهم اجمعین. و الصحابه رضوان الله اجمعین اعظم حرمتا، اهلی که در صحابه وقتی می صحابه حرمت بسیار زیاد داشتن، احترام بسیار زیاد بر از اونا باید بکنیم. و اجل قدرا، بسیار قدر بسیار زیاد داشتن. و انزه اعراضا، آبروی از اونا بسیار پاک بوده است. و قد ثبت فی فضائلهم خصوصا و عموما، میگه در فضیلت صحابه هم به شکل خصوصی درباره هر فرد و هم به شکل عمومی که درباره مهاجرین انصار گفته شده هست، میگه در قسمت از اونا آیات و احادیث ثابت است که ما لم یثبت لغیرهم، که برای دیگران ثابت نیست، برای اونا ثابت است آیات و احادیث. ولهذا کان الکلام الذی فیه ذمهم
پس از این خاطر کان الکلام الذی فیه ذمهم، سخنی که در او بدگویی باشه، علی ما شجر بینهم، آنچه که در مورد از اونا صورت گرفته است، اعظم اسما من الکلام فی غیرهم، گناهی از بسیار بزرگ است نسبت به دیگران. اگر مثلا یک شخص میبینین که دو استادتان فعلا در بین خود در یک مثلا اختلاف کردن، اگر در مورد از اینا سخن زشت میگین، این خود گناه بسیار بزرگ هست. غیبتشون هم میکنین گناهگار میشین، سخنچینیشون هم میکنین گناهگار میشین، در موردشان قضاوت جاهلانه میکنین گناهگار میشین. دو استادتان عالی اینجا هست. اینال صحابه در مورد از اونا خود بسیار قد چیز داشتن. از این خاطر سخن گفتن در مورد صحابه بسیار خطرناک است نسبت به سخن گفتن در مقابل یک شخص عادی. و المختار، آنچه که مذهب مختار از اهل سنت هست چی است؟ الامساک عما شجر بین الصحابه، که در مورد صحابه آنچه شده دهانت خود بگیری. و الاستغفار للطائفتین جمیعا و موالاتهم، برای هر دو گروه، هم فرقی که امرای علی رضی الله تعالی عنه بودن، گروهی که امرای زنا بودن، هم به امرای کسانی که به امرای معاویه رضی الله عنه و عایشه رضی الله عنها و به امرای طلحه و زبیر بودن، به هر دو چی میکنه؟ به هر دویشان استغفار از الله میگه که اللهم اغفرهم وارحمهم وتجاوز عن سیئاتهم وجعل الجنة مثواهم. ایره برشان دعا میکنی، برادرشان. و موالاتهم، و میگه که نحن نحبهم، نحب کل الصحابه لله، تمام الصحابه را موالات داریم، دوستی داریم، محبت داریم به خاطر الله. این ببینید کلش برای ما شما چی درس میده؟ ما شما ادب با صحابه را برای ما شما تعلیم میده. فالخوض فيما شجر یوقع فی نفوس کثیر من الناس بغضا و ذما. میگه شما دیده باشین کسایی که در این راستا مداخله میکنن، شما دیده باشین کسایی که در این مسائل بحث میکنن، در قلبشان بغض و بدگویی به صحابه پیدا میشه. شما بعضی اوقات، من خب بسیاری وقتا همین سخنان را کوشش میکنم که نشنم، که یگان وقت یگان چیز هم تو میای بر انسان که او را میشنوه. وقتی که میشنوی کسایی که در این راستا بحث میکنن، میبینین که چقدر بغض و کینه و کدورت در مقابل صحابه دارن. و یکون هو فی ذلک مخطئا بل عاصیا، همین شخص در این راستا خطاکار است بلکه عاصی هست، گناهکار است. فیضر نفسه، بسی به نفس خود ضرر میرسانه. و من خاض معه فی ذلک، هم بر خود و هم کسی که امرای ازی در این مسئله جر بحث میکنه. یعنی تو اگر امرای یک بدعتی که او میخیزه بر صحابه توهین میکنه جر بحث میکنی، او شخص خودم در گناه و معصیت داخل میکنه و تو را هم داخل میکنه. چرا در مجلس کفر و بیدینی و بیادبی به شاعر الله هر کس که بشینه او هم گناهکار است. ولهذا کان الامساک طریقت افاضل السلف، میگه در این قسمت سخن نگفتن، خاموشی اختیار کردن، طریقه اهل فضل که سلف بودن از اونا بود. یقول رحمه الله فی تقریر وسطیت اهل سنت، میگه اهل سنت چی هستن؟ راهشان وسطیت هست. هم وسط فی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، بین الغالی فی بعضهم الذي يقول بإلهیت او نبوت او عصمت، والجافی فیهم الذي يكفر بعضهم او يفسقه و هم خیار الامه. میگه اهل سنت منهجشان چی است؟ بین اردوی از اینا هست. یک تعداد افراد کردن، غالی هستن، غلو کردن که برای بعضی از صحابه و برای بعضی اهل بیت الوهیت دادن، نبوت دادن و مقامای عصمت دادن، بسیار غلو کردن که اینا این رتبه ها را دارن. و در مقابل از اینا یک گروه دیگه هستن که اونا چی کردن؟ بعضی از صحابه را تکفیر کردن، کافر گفتن، اونا را فاسق گفتن، در حال که اونا بهترین امت هستن. از این خاطر منهج اهل سنت نه با اینا هست این بی‌ادبایی که غلو میکنن، افراط میکنن، و نه با این بی‌ادب هایی که اینا مثلا تفریط میکنن و چی میکنن؟ به صحابه کفر یا فسق یا عصیان یا ایگاپا نسبت میتن. بلکه اهل سنت چی است؟ در اون منهج وسطیت خود می باشه که صحابه که هستن کلشان عدول هستن، عادل هستن، و صحابه کسایی بودن که الله از اونا راضی بود
و صحابه را ما دوست داریم و به امرایشان اونا احترام داریم و محبت داریم. قال فخر الدین الرازی این میگه و انه یجب امساک اللسان عن الطعن فیهم. فخر الدین رازی میگه که باید زبانت از بد گفتن در مورد صحابه احتیاط بکنید، لان عمومات القرآن والاخبار دالة على وجوب تعظیم الصحابه رضی الله عنهم. چرا میگه؟ به خاطر که عموم قرآن عظیم الشان که تو مطالعه میکنی و اخباری که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و سلف صالح آمده است، میگه این دلالت میکنه به چی؟ کل آیات قرآن و احادیث دلالت میکنه علی وجوب تعظیم الصحابه رضی الله عنهم، که بالای تو واجب هست، بالای ما واجب است. این دیگه ادب است که واجب است بالای ما. این عالم بزرگوار بر ما میگه شما اهل علم سرتان واجب است بفهمید که واجب است تعظیم صحابه، که صحابه را با بسیار بزرگواری و عظمت و بزرگی که مطابق شأنشان است اینا را که بزرگی که به شان یک مخلوق با محترم هست بر از اینا امی احترام داشته باشین. والاخبار الخاصه وارده في تعظیم طلحه و الزبیر و عایشه رضی الله عنهم. میگه حتی باز وقتی که میایم که مثلا در اینجا بعضی کسا در مورد طلحه و زبیر و عایشه رضی الله عنهم سخن میگن، در مورد از اینا خصوصا احادیث و روایات خاصی آمده. مثلا برای پاکی عایشه رضی الله عنها 10 آیت قرآن نازل شده هست. اینال ای هستن. پس والواقعه التي وقعت محتمله لوجوه کثیره. میگه این واقعاتی که در بین از اینا هست این احتمالات مختلفی داره. یعنی چرا در بین از اینا اینی مشکلات آمد؟ این میگه احتمالات زیاد داره. این احتمالاتی که مثلا احتمالاتشی بود که ای اجتهاد کرد، احتمالی که ای اجتهاد کرد، احتمالی که ای خطا کرد، احتمالی که ای خطا کرد، احتمالی که مثلا ای احتمالات زیادی در این راستا هست که گفته میشه. لکن والمحتمل لا یعارض الظاهره. میگه در حالی که چیزی که احتمالی هست این نمیتونه که آنچه که معلومدار و روشن است در مقابل از او قرار بگیره. یک نفر مثلا شما میبینید که در مورد از اینا ظاهر و آشکار صدها آیت قرآن است که پاکی و صفایی صحابه را بیان میکنه و بر ما واجب میگردانه که بر از اینا احترام بکنیم و اینا را هر کدامشان اشخاص چیز کرده. این ظاهر و آشکارا هست. این دیگه گپاک است، این کلش احتمالات است. آیا احتمالات میتونه چیزهایی که ثابت و ظاهر و آشکار و معلومدار در نصوص صحیح قرآن واقع نمیشه؟ از این خاطر این منهج درستمی است که بر از اینا باید چیز شود. و المحتمل لا یعارض الظاهر. و نقل عن عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه. میگه از عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه روایت شده که انه قال تلك دماء طهر الله منها ایدینا. میگه این خونهایی بود که الله سبحانه و تعالی دستهای ما را از او پاک نگاه کرد، که ما دست ما در اونجا سرخ نشد به خون کسی. فلا نلوث بها السنتنا. پس ما زبانهای خدا به هیچی ملوث نمیکنیم. یعنی زبانهای خدا چی هستن؟ زبانهای خدا در این راستا ملوث نمیکنیم، گپ نمیزنیم، خاموشی و سکوت اختیار میکنیم. آله در قسمت از که مسئله دشنام دادن صحابه است، این چی حکم داره؟ میگه انواع سب الصحابه و حکم کل نوع. این حالا مثلا سب الصحابه 3 اقسام. دشنام دادن صحابه 3 قسم است. متوجه باشین بسیار خطرناک هست که انسان اونایی که در این واقع میشن، کسایی که در این فتنه مبتلا هستن و در این راستا سخن میگن دشنام میتن، این 3 قسم است. قسم اول ان یقدح فی دین الصحابه. میگه یک قسم دشنام دادن است که در دین الصحابه چی میکنن؟ اینا مداخله میکنن و بدگویی میکنن در دینشان، که یعنی اینا را میگن که اینا دیندار نبودن، مسلمان نبودن، کافر بودن، مرتد بودن. اینا اگر کسی او تو دشنام میته که به کفر صحابه یا به ارتداد از اونا، که قول غلات المعتزله مثل که غالی های معتزله
چی کردن؟ میگفتن به ان الصحابه ارتدوا جميعا بعد موت رسول الله صلی الله علیه و سلم الا 14 نفرا فقط، که اینا میگفتن که صحابه مرتد شدن کلشان مگر 14 تای از اینا اینی دشنام که است در این صورت ای کفر است. این باز میگه که ای کفر است به خاطر از اینکه ای قسم چی کرده. القسم الثاني ان يقدح في بعض امورهم ولا يخرجون من المله. مثلا میگه بعضی کسا هست که دشنام میتن در بعضی از حالاتشان برشان بعضی بدگویی ها میکنن لکن اینا را از ملت خارج نمیکنن. کان یقول انهم فیهم نفاق و انهم يحبون الدنيا و كانوا يقاتلون عليها. مثل بعضی بیادب هایی بیادبی را میکنن که میگن که اینا نفاق داشتن یا دنیا را دوست داشتن یا در این مورد ازی به خاطر دنیا جنگ میکردن. و قسم سوم کسایی هستند که بیادبی میکنن، بیادبی اول در دینشان، بیادبی مثلا در اما شخصیتشان. قسم سوم ان يقدح في اشخاص، مثلا کسایی هستند که در شخصیت از اینا بیادبی میکنن که من یقول هذا خطیر او هذا یاکل كثيرا او هذا فيه كذا و كذا. این میگه که فلانی نفر خطرناک بود، فلانی شخص نان زیاد میخورد، فلانی نفر این بعضی چیزا را که بخیل بود، این گپا را برشان میگه. فالامام مالک یرا ان القدح فی الصحابه کفر. امام مالک رحمه الله میگه که دشنام دادن و بد گفتن صحابه کفر است و یستدل بقول الله تعالی و استدلال میکنه به این آیت قرآن که محمد رسول الله، میگه محمد رسول الله هست والذین معه، در سوره فتح آیت 29 الی ان قال لیغیظ بهم الکفار. اینجا میگه لیغیظ، غیظ به معنای بدبینی، که بدبینی داشته باشند به امی صحابه کافرها. میگه در این آیت قرآن امام مالک میگه فقال من تغیظ علی الصحابه فی ای شیء فهو کافر. هر کسی که بدبینی قلبی داشته باشه در مورد صحابه در هر بخشی که باشه، نظر به این آیت قرآن میگه او کافر است. و هذا مذهب اهل السنت والجماعه. این میگه مذهب اهل السنت والجماعه هم هست. فانهم قالوا من اخرج الصحابه من الدين فانه کافر یخرج من المله. میگه اینمی کسی که صحابه را دشنام میده که صحابه را از دین میکشه که اینا کافر بودن، پس این خود از این کافر هست و از دین ملت خارج میشه. لانه کذب الله جل و علا فی تعدیله لهم. میگه به خاطر از اینکه اینا الله سبحانه و تعالی را تکذیب کرده. در چی؟ در این که الله سبحانه و تعالی اینا را گفته که نخیر اینا عادل بودن. الله میگه که صحابه چی هست؟ و الزمهم کلمت التقوا. الله برای اینا کلمه تقوا را لازمی گشتند، یعنی اینا با تقوا بودن. الله اینا رو میگه با تقوا بودن، عادل بودن. و تو میخیزی میگه که نه نبودن. اینا کسی که میخیزه میگه که نه نبودن، به این معنا که این آیت قرآن چی میکنن؟ این آیت قرآن تکذیب میکنن. او اولش به خاطر از اینکه لیغیظ بهم الکفار گفته شد و در اینجا وقتی که الله متعال میگه و الزمهم کلمت التقوا و كانوا احق بها و اهلها، الله اینا را ملزم به تقوا کرد که بالا از اینا تقوا لازم گردانید. اینا با تقوا بودن و اینا اهل تقوا بودن و مستحق تقوا بودن، اهل تقوا بودن. الله شهادت میده در سوره فتح آیت 26 و قال الله تعالی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار. کسایی که سابق بودن اول از مهاجرین و انصار. فمن اخرج الصحابه من الدين فانه کافر بالاتفاق. میگه کسی که صحابه را از دین بکشه و بگه که اینا کافر شدن، اینا مرتد شدن، این میگه وقتی صحابه را کافر میگه، این خود این شخص کافر هست به اتفاق تمام علمای اهل سنت. اما النوع الثانی، اما قسم دوم، و هی ان یقدح فی بعض دینهم. اگر مثلا در بعض مسائلشان بر زنا بدگویی میکنه که من یقولو، مثلا بگه که یریدون الدنیا ولا یریدون الاخره، گفت که نه و مقصد از اون دین نبود، آخرت نبود، دین خواهی بود. این هم یک کلمه ازدش رو بیادبی هست. فقد اختلف العلماء فی ذلك. در این قسمت باز علماء اختلاف کردن. فبعض اهل العلم شدد فی مکانة الصحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم و کفر من فعل ذلك. بعضی از اهل علم میگه تشدد کردن، جدی گرفتن این سخنه و گفتن که وقتی شما این گپ میزنین که صحابه دین نمیخواستن به خاطر دنیا کار میکرد، خودتون کافر شدی. و دلیل فی ذلك عندما قال احد الركب و هم يتسامرون. میگه اینا
مثل که یک شخصی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه خیست و در مورد از اونا گفت که اینا چی گفت؟ برای اونا وقتی که اونجا ما نرى اصحابنا الا انهم ارغب بطونا، گفت یا بسیار بطنای شکم کلان هستن و عجبا و عند اللقاء و اینا بسیار ترسو هستن در وقتی که در جنگ می باشن. برای صحابه امی کلمات گفت. فانزل الله جل سبحانه و تعالی قال فانزل الله جل في علاه، میگه الله سبحانه و تعالی الله سبحانه و تعالی گفته هست قل اب الله و آیاتی و رسوله کنتم تستعذرون فذهب الرجل یعتذر للنبی صلی الله علیه و سلم فانزل الله لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. این حال میگه این شخص استهزا کرد. این حال این وقتی که کسی دشنام میته خود استهزا میکنه، رشخندی میکنه، توهین میکنه. میگه حتی در وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، همین شخصی که به صحابه استهزا کرد اینجا عذر خواهی کرد که من مزاح میکردم و چی میکردم، حتی امو مزاحش هم این کافر ساخت. اما یک کسی که جدی میخواد دشنام میزنه. ولی استهزاء نوعان، میگه استهزاء دو قسم است. پس اینا میگن که حتی یک کسی که درباره صحابه گپ میزنه که اونا دنیا طلبی میکردن و آخرت نمیخواستن، یا استهزاء این قسمی میکنه، در این صورت میگه این آیات قرآن اینا را کافر ساخت. و کسی که میگه گفت آیات قرآن نازل شد که لا تعتذروا، عذر خواهی نکن، تو کافر شدی بعد از ایمانت. اینجا بازی عالم میگه که والاستهزاء نوعان، استهزاء بالدین کمن یقول، یک نوع استهزاء است که کسی استهزاء و رشخندی به دین میکنه. کمن یقول اللحیه کالمکنسه، میگه که مثلا چرا ریش نمیمونه، ریش مثل جارو و رسمت ریش نمیمونم. این میگه این استهزاء به دین شد. فالدین هو الذی امر بها، به خاطر از اینکه اینمی دین است که به ریش گذاشتن چی کرده؟ امر کرده. اینا لکس سر ریش رشخندی میکنه، این استهزاء به دین شد. فالاستهزاء بالدین نفسه یکفر صاحبه بالاتفاق. میگه کسی که استهزاء به دین میکنه خودش اینمی شخص به اتفاق علما کافر میسازه. یعنی اگر کسی استهزاء به حجاب میکنه، استهزاء به ریش میکنه، استهزاء مثلا به شاعر الله میکنه، یا مثلا میخیزه میگه که حجاب کسی لباس مردمای احمق است و چطور است، این علما کلشان اتفاقا میگن که این کافر هست به اتفاق. و قسم دیگهش که استهزاء به شخص است. و صحیح الراجح، صحیح راجح است که انه لا یکفر، میگه اما استهزاء به شخص است با این انسان کافر نمیکنه. چرا؟ لکنه یا این قسم که راجح و صحیح راجح انه لا یکفر، یعنی صحیح راجح است که همین شخصی که استهزاء به یک شخص کرده است، یک کلمه بدگویی در باره یک شخص کرده است، گفته که مثلا ای بخیل است یا ای دنیا طلب است یا ای فلانی هست، وقتی که اینو گفته باشه باز میگه صحیح است که باز به این خود کافر نمیشه، لکن در خطر بسیار بزرگ هست. اما حکم القسم الثالث، اما حکم قسم سومی که است او چی هست؟ انه لا یکفر بالاتفاق. مثلا کسی میگه که بخیل است یا میگه که کلمات عادی را استعمال میکنه، این چی هست؟ میگه این کافر نمیشه، لکن یعذر، لکن مجازات تعذیری برش داده میشه، به ان یحبس او غیر ذلك، یا حبس میشه. می کسی کمی بیادبی در صحابه بیادبی یا عادی را کرده، یا حبس میشه و یا هم قاضی مسلمان ها ایره جزا میده، جزای تعذیری میگن ایره که یا حبس میشه یا دیگه مثلا مسائل باشه. از شرح کتاب لمعات الاعتقاد الهادی الى سبیل الرشاد محمد حسن عبدالغفار. این از اینجا بود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.